سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو جدید دیگه. امروز قراره با هم دیگه بهتون یاد بدم که چطور توی ماینکرافت تفنگ بیارین. این روش نیست و یه مود خیلی خفنی که من داخل چنل تلگرامم گذاشتم. حالا بعدش شرایطشو بهتون میگم. شرایط خاصی نداره. آخر ویدیو بهتون میگم که چطوری مود دانلود کنید. بچه ها برای این کار فقط کافیه شما اومدین مود دانلود کردین. خب وارد این قسمت میشید و میبینید اینجا کلی تفنگ با تیرهای مختلفش هستش. مثلا من اینجا یه دونه چی بودن اسمشون، زیاد اسم تفنگا رو نمیدونم. بعد این طلاییش دیگه مینیگان، کولت، اسنایپ هم داره. بذارید پیداش کنم. اسنایپ هم اینهاش، شاتگان هم داره. آها. خب آقا اول میریم سراغ این که بچه من صدای بازیمو قطع کردم که صدام بد نیاد. بریم نگاه کنید. من الان مثلا بشینم شیفتو بگیرم این هدفشو میگیره. نگاه کنید، بزنم شیفتو بگیرم. بعد این پایینم نشون میده تعداد تیرهاتونو. اگه تیرتون تموم شد بچه اگه تیرتون تموم شد اینجا شاید نمی‌رسید. بچه ها این قسمت تیرا رو بهتون نشون میده. اگه تیراتون تموم شد تیر مورد نظرشو پیدا کنید، بزنید روش. نگاه کنید اینو شیفتو میگیرم. تازه اگه این مودم به بازیتون اضافه کنید زامبی ها اضافه میشن. زامبی هایی که تو ماینکرافت خودمونی. مثلا الان خون هست اینجا. من الان به این گوسفنده بزنم اینو. خون گوسفنده ریخت. الان اینا رو میزنم. اسنایپ یه لحظه بچه ها. آها اونجوری تیرش نیست. دیدی اپوش زدم، کمرش سوراخ کردم، استخونش. حالا یه قابلیت خاص داره. اگه این عینکه رو بزنید به چشاتون همه چیز سبز میبینید. حالا من میدونم این نور زیاده درش میارم و قابلیت خفن اینا رو مثلا میتونید به تفنگتون اضافه کنید. من نمیدونم چه باید اضافه کرد. نگاه کنید الان میریم سراغ مینیگان که 100 تیره. هممون میدونیم. میگیریم زامبی. الان زامبی پاش شکسته. راحت میکشتش. آقا میرم سراغ کل. من خودم عاشق این کل. زامبی مختلف پشتش TNT داره. این مود برای سروایول هم استفاده میشه. مثلا شما دارید بیلد یا ماین میکنین، یهو از غار این زامبی ها میزنه بیرون. همین زامبی هایی که کمرشون چیز داره و TNT داره حکم کریپر رو داره، پس حواستون باشه. اینم از شاتگان به خودم مورد علاقه ترین اسلحه ها. اگه تو هم از این مود خوشت اومد فقط کافیه بیاید داخل چنل مسترکرافت، چنل تلگرام من یعنی مسترکرافت، بیای و جوین بشی و اگرم نتونستی جوین بشی داخل توضیحات ویدیو لینکشو گذاشتم، از همونجا عضو شو. اگه از این مود خوشت اومد
لایک و ساب یادت نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.